به این ساز دقت کنید. این یه ساز دیوان هست که مال یکی از دوستان برای تعمیر پیش من آورده. ببینید این قسمت کاملا براق است. نکته که میخوام خدمتتون بگم راجع به رنگش است. رنگی که استفاده کردن رنگ صنعتیه و این رنگ اصلا به درد ساز نمیخوره. معمولا برای اینکه اون خریدار رو تحت تاثیر قرار بدن از این رنگ ها استفاده میکنن. متاسفانه در ستار و تنبور هم از این رنگ خیلی استفاده میکنن. ببینید فرآیند رنگ معمولا بین چند هفته تا یک ماه طول میکشه که به این صورت در میاد از رزین و رنگ های طبیعی، لاک هایی که خود سازنده باید بسازه که تاثیر خیلی زیادی هم روی صدای ساز میذاره. خیلی دقت کنید اینی که بخواید ساز بگیرید تحت تاثیر اون رنگی که صنعتی و خیلی براق است